شام 24 مای در اینترنت فیلم مستند با نام شکست فتنه نشر شد که ظاهرا از طرف کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تهیه شده است. در این فیلم که قریب 17 دقیقه دوام میکند، بیانات الفت خانم محمدشاه و جنرال خولباشف، دو نفره که با اتهام تشکیل و رهبری و سرپرستی اعتراضهای اخیر بدخشان دستگیر شدند نیز نشر شده است. در این فیلم گفته می شود که تشکیل اعتراضها در روشان و خوروغ روز 26 مارس در خانه ظریف بیکوف نامساکن محله برخوروغ گرفته شد. مؤلفان فیلم میگویند در نشست محمد باقروف، خولباشف، الفت خانم محمدشاه و حضوری علیم شیرزمانوف از اروپا طریق مسنجر اشتراک کردند. به ادعای مقامات امنیتی در این جلسه همچنین قرار شده است که علیم شیرزمانوف مبلغ گذاری اعتراضها را به دوش میگیرد. خولباشف مسئولیت تشکیل اعتراض را در روشان، باقر مسئولیت تشکیل اعتراض را در خوروغ و محمدشاه و مسئولیت پوشش اطلاعاتی این اعتراضها را واگذار میکند. محمدشاه و خولباشف و عزیز دولتشاهف نام یک نفر دیگر در بیانات خود این گفته‌ها را تصدیق میکنند، ولی معلوم نیست که این اعترافهای آنها در چه شرایط به دست آمده است. مقامات به پرونده امور مخفی زدند و ادوکاتش نیز به این دلیل حق درباره قضیه محمدشاه و صحبت کردن را با رسانه‌ها ندارد. در این فیلم گفته می شود که گویا علیم شیرزمانوف از اروپا برای تشکیل اعتراضها در روشان $6000 و برای تشکیل اعتراضها در خوروغ $7000 فرستاده است، ولی شیرزمانوف در صفحه‌اش در فیسبوک و برای جای آزادی این ادعاها را رد میکند و در صفحه‌اش با کنایه نوشت در تاجیکستان بودم، سر نمیخوردم ولی مبلغ‌های کلان میگرفتم، اینک اروپا اومدم، منالیت میزنم و به تاجیکستان پول روان میکنم که انقلاب کنند، حاتم توی بودم. این فیلم در پی با استفاده از نیرو سرکوب کردن موج اخیر اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان نشر شد. مقامات تاجیکستان تا امروز مرگ تنها 11 نفر را در بدخشان تصدیق کردند، ولی سازمان ملل درباره هلاکت بیش از 40 نفر خبر داده است. باقر که او را رهبر اساسی اعتراضها میشمارند، روز 22 مای به طور مرموز کشته شد. جنرال خولباشف روز 18 مای هنگام بازگشت از واروغ در اسفره دستگیر شد. همسر سابق او الفت خانم محمدشاه را صبح 18 مای در دوشنبه بازداشت کردند. این در حالی است که خولباشف به فرق از دیگر فرماندهان سابق مخالفین بعد پیوستنش به نیروهای حکومتی و تعیین شدنش به مقام فرمانده قسم نظامی نیروهای مرزبانی از هر نوع مخالفت با حکومت کناره‌جویی میکرد و به اعتراضهایی که طی 10 سال اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان میگذشت همراه نمیشد و جنرال خولباشف جان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را در یک سوءقصد در ولایت مختار کوهستان بدخشان نجات داده بود، ولی به این نگاه نکرده او را دستگیر کردند و در بی‌ترتیبی‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان عیبدار میکنند.